سلام، به دیریم تو دو خوش اومدین. من افسانه هستم و در خدمتتون هستم با جلسه 16 از کتاب شکرگزاری راندابر. امروز میخوایم در مورد سلامتی با هم دیگه صحبت کنیم. اینکه چجوری به دوران سلامتی که توی زندگیمون داشتیم فکر کنیم و چجوری سلامتی که نداریم رو به زندگیمون برگردونیم و از سلامت فعلی بدنمون سپاسگزار باشیم. خیلی از آدم‌ها با اینکه بدن سالمی دارن، در وضعیت سالمی به سر میبرن، اما از وضعیت ظاهریشون همیشه دارن شکایت میکنن. همیشه دارن به خاطر چهرهشون، لبهاشون، دماغشون، قدشون، چاقیشون، لاغریشون یا هر چیز دیگه گله و شکایت میکنن. و این باعث میشه که در صورتی که در سالمترین وضعیت ممکن به سر میبرن، اما یه سری بیماری به بدنشون نفوذ کنه. پس ما باید یاد بگیریم که اگر در وضعیت سالمی هستیم، اگر که بدن سالمی داریم، هیچ موقع بهونه تراشی نکنیم و از بدن خودمون ایراد نگیریم و یاد بگیریم بابت اینکه تک تک اعضای بدن ما دارن در سلامت کامل به سر میبرن و وظایف خودشون رو درست انجام میدن، از خداوند سپاسگزار باشیم. بعد یاد بگیریم به خاطر اینکه چشمامو میبینه، دست و پای سالمی داریم، کلیه و کبد سالمی داریم، سیستم خونرسانی بدنمون دارن به درستی عمل میکنن، قلب سالمی داریم، مغز سالمی داریم، عصب سالمی داریم، از خداوند سپاسگزار باشیم تا خداوند این سلامتی رو در بدن ما نگه داره و ما همیشه سالم باشیم. اما به محض اینکه ما شروع کنیم به ایراد گرفتن، به گله و شکایت، به نالیدن از وضعیت بدنمون، باعث میشه که بدیهای زیادی و بیماریهای زیادی رو جذب بدنمون کنیم. و حتی باید یاد بگیریم که اگر خدای نکرده عضوی از بدن ما آسیب دیده و با مشکلی مواجه شده، ما به جای اینکه ترس به بدنمون نفوذ پیدا کنه، به جای اینکه توی اینترنت و توی فضای مجازی دنبال این باشیم که در مورد بدیهای اون بیماری سرچ کنیم، همینطور که داریم بدنمون رو مداوا میکنیم و درمان میکنیم، به خاطر سالم بودن اعضای دیگه بدنمون سپاسگزار باشیم. همین کار باعث میشه که اون عضو بدن ما هم ناخودآگاه سالم بشه. این خیلی مهمه که ما قدر سلامتی فعلیمون رو بدونیم و اگر کوچکترین مشکلی واسه اعضای بدنمون پیش اومد، اون موضوع اونقدر بزرگ نکنیم که از سلامتی سایر اعضای بدنمون غافل بمونیم. امروز ازتون میخوام که به 3 دوره از دوره‌های زندگیتون که فکر میکنید در سلامت ترین و در بهترین موقعیت سلامتی بدنتون بودید فکر کنید و بابت اون خدا رو شکر کنید. مثلا به دوران بچگیتون که توی سالم ترین وضعیت ممکن بودید و انرژی زیادی داشتید فکر کنید و خدا رو شکر کنید. در دوره نوجوانیتون که بدنتون انرژی زیادی داشته، سلامتی زیادی داشته، رشدشو داشته به خوبی انجام میداده، فکر کنید و خدا رو شکر کنید. یا به همین زمان فعلیتون که الان در حالت سلامتی هستید فکر کنید و خدا رو بابتش شکر کنید. قدم بعدی این هستش که در حال حاضر فکر کنید ببینید کدوم یکی از اعضای بدن شما داره درست کارش رو انجام میده و فعالیت درستی داره، بابت اون خدا رو شکر کنید. نیاز دارم که 5 تا از اعضای بدنتون به خواستای خودتون، هر کدوم که دوست دارید، دست، پا، مغز، قلب، رگ‌های بدنتون، حتی کلیه، کبد، روده، ریه، هر کدوم از اعضای بدنتون فکر کنید و بابتش خدا رو شکر کنید. و نیازمند این هستم که چه مرحله قبلی که به 3 دوره از سلامت ترین دوره زندگیتون باید فکر میکردید و چه الان که باید 5 تا از اعضای بدنتون که در سلامت ترین حالت ممکن خودشون الان هستن رو بهش فکر کنید، یادداشت کنید حتما و بنویسید و بخونید از روش و خدا رو شکر کنید. و قدم 3 این هستش به اون عضوی از بدنتون که فکر میکنید یکم در حالت ناسالم قرار داره فکر کنید و فکر کنید که الان توی سلامت ترین حالت ممکن هست
و بابت اون خدا رو شکر کنید. من برای مورد آخر براتون یه مثال میزنم. مثلا من الان جدیداً نیاز دارم که برای چشمام عینک بزنم. حتما خیلی دوست دارم که چشمام اونقدری سالم باشه مثل سابق که من نیاز نباشه از عینک استفاده کنم. بنابراین فکر میکنم که سلامت ترین حالت چشمام چی بوده و خدا رو بابت اون شکر میکنم. میگم خدایا شکرت که بینایی چشمای من اونقدر زیاده که من نیاز به هیچ وسیله‌ای مثل عینک ندارم که با اون بخوام ببینم و چشمای من داره خودش به تنهایی وظیفه خودش رو انجام میده. پس شما هم طبق اون اعضای بدنتون که حالا نیازمند این سلامتی هستن این کار رو انجام بدید و بنویسید. من توی دوره قبلی که خودم این کار رو انجام میدادم نوشتم دقیقاً 3 دوره از دوره هایی که فکر میکردم در سلامت ترین حالت ممکن بدنم هست. 5 از اعضای بدنم که فکر میکردم به هر حال داره عملیات خودش رو درست انجام میده و در نهایت در مورد چشمام که دوست داشتم که دیگه نیازی به عینک نداشته باشه نوشتم و جوری تصورش کردم انگار که چشمان من سالم هست و نوشته ای که من دارم این هست: خدایا شکرت که چشمان من به خوبی میبیند و تاری ندارم و نیازی به زدن عینک ندارم. خدایا بابت بینایی چشمانم شکر. شما هم دقیقاً این کار رو انجام بدید و مطمئن باشید که باعث میشه سلامتی به بدن شما برگرده و هیچ وقت بابت هیچ یک از اعضای بدنتون گله و شکایت نکنید، چرا که باعث میشه سلامتیش گرفته بشه. پس همیشه دنبال این باشید که برای سلامت بودنتون خدا رو شکر کنید و اگر اختلالی در اعضای بدنتون پیش اومد فکر کنید اون عضو سالمه، خدا رو شکر کنید و بابت اعضای دیگه بدنتون که سالم هستن خدا رو شکر کنید. تمرین امروز همونطور که خدمتتون گفتم یه تمرین 3 مرحله‌ای بود که باید انجام بدید. علاوه بر اون حتما باید 10 مورد از موهبت‌های زندگیتون رو بنویسید و بابتش خدا رو شکر کنید. مثل روزهای سابق 3 بار کلمه سپاسگزارم رو بگید. تمرین 3 مرحله‌ایمون رو انجام میدیم. به 3 دوره از دوره‌های مهم زندگیمون که در سلامت ترین و بهترین حالت ممکن قرار داشتیم فکر میکنیم و خدا رو شکر میکنیم. 5 از اعضای بدنمون که در حال حاضر سلامت هستن و عملکرد صحیحی دارن رو می‌نویسیم و بابتش خدا رو شکر می‌کنیم و در نهایت اگر عضوی در بدنمون هست که دوست داریم سالم‌تر باشه، بهتر عملکرد خودش رو انجام بده، اون رو در حالت سالم فرض می‌کنیم و بابت سلامت بودنش خدا رو شکر می‌کنیم. در نهایت امشب به سنگ جادویی فکر کنید و به بهترین اتفاقی که در طی روز واسهتون رخ داده فکر کنید و خدا رو بابتش شکر کنید. ازتون میخوام تمریناتتون رو کامل انجام بدید و این معجزه سلامتی رو باور داشته باشید و مطمئن باشید که هر چقدر خدا رو بابت هر چیزی بیشتر شکر کنید، خدا خیر و برکت بیشتری به زندگیمون روانه میکنه. از غر زدن، گله شکایت کردن، بهونه تراشی های الکی پرهیز کنید و خدا رو بابت هر آنچه که دارید شکر کنید. دوستتون دارم. موفق باشید. امیدوارم که کانال من رو سابسکرایب کنید، لایک هم کنید، کامنت بذارید و با هم در تعامل و ارتباط باشید تا من هم انرژی بگیرم و در موضوعات مختلف واسهتون کلیپ‌های مختلفی درست کنم. موفق باشید. تا ویدئوهای بعدی. خدا نگهدارتون باشه.